بابا جان، من یک مخلص شما از ناحیه اشت. سال 2018 آیله‌دار شدم. بعد 4 ماه با همسرم به روسیه رفتیم و خواستیم که همسرم زیق نشود. خواهرش را آوردیم. همه را بعد 1 سال همسرم را به وطن برای دیدار پدر و مادرش روان کردم. بعد برگشتن تماما دیگر شد، از سببی که هر بار حامله می شد طفل پیش از تولد می افتید. من بسیار دلتیش می کردم و زیاد دوستش می داشتم. آهسته آهسته شروع به سخنهای قبیح کرد و خواست که از من جدا زندگی کند. زیاد فهماندم که اینجا ملک بیگانه است، تنها زندگی کردن ناممکن است. او گوش نکرد، برآمده رفت. و پدر و مادرش خبر دادم، گفتند 1 دقیقه در نزد تو نمی ایستد. بعد 3 روز ناپدید شدنش یک سحر زنگ تلفن شد و دوگانه‌اش گفت همسرت خواب دیده است و سخت ترسیده است، گم شده است. من زود به جایی که گفتن رفتم. او را به بیمارخانه به نزد مولای مسجد بردم، اما او گپ نزد. پولی بسیار کلان صرف کردم، لیکن بیفایده بود. مولای مسجد زنگ زده گفت که این نیرنگ میکند، تو زیق نشو، او خوب است. باور نکردم. بعد چند روز به مصلحت دادرم پیش از کار رفتن خب ثبت کنه که پنهانی گذاشتم. بعد از کار آمده دیدم که با پدر و مادرش با گنگی صحبت میکند، اما بعد او با 3 مرد دیگر بسیار صحبت عاشقی میکند. حتی با طریق تلفن عکس‌های عریانش را هم روان کرده است. من بسیار عصبی شدم. جوابش را دادم. خدا به ما تنها فرزند نداد، دیگر از همه چیز تامین بود. بابا جان گوید که آیا من گناهکار شدم نزد خدا؟ من بسیار کوشش کردم، اما خیانتش را بخشیده نتوانستم. در آخر در حقم دعا کنید خدا گناهم را بخشد. فکر میکنم شما گوش کردین، اگر چندی که بسیار مکتوبش بگیم درازی بد بود، ولی علای مهربان این دادر ما را همه مشکلاتش آسان کند. حقیقتا اینقدر بدبختی که از دست این زن به وجود آمده است، دل خانفر، نه تنها این دل خانفر کسی باشد با این خیل زن زندگی کردن برای خود هیچگاه نمی پسندد. برای این دادر ما هم با این زنی که مقصد با همه شرایط تأمین کردن برای عائلم، مقصد زیق نشدن، خواهری او را در یک ملک مردم برده و اینها را از خوراک از جای تأمین کردن، بازم همین که این آدم ناشکری کردن، بازم همین که این آدم به قدر این شوهر نرسیدن، اینها همو زیبنده طلاقند. من اگر چنده که هیچگاه بسیاری ها را فتوا به طلاق نمیتیم، لیکن وقتی این قدر نیرنگ ها 3 روز و 4 روز گم شیدن، خطب به گنگی انداختن، صورت های عریان تا به دیگر مردها روان کردن، زنی که خانت، زنی که شوهر دارد. من فکر میکنم هر یک شوهرداری را گوش کند هیچگاه از طلاق دادن این آدم نفرتش نمیاد، میگد آفرین خدا خیرت که از این خیل زنی بدبخت خلاص کردی. خدا برای این دادر عزیز بسیار کاری نیک کردی، کاری ثواب کردی با این خیل آدمای. یعنی شاید که خداوند به تو که ترحم داشت، خدا که تو را یکی بنده های خوبش میدانست، مقصد از این خیل زنی که به تو لایق نبود تو را از این جدا کرد. برای تو گناهگار نیستی. کاش که همین توفیقی ترا، کاش که مقصد همین محبتی با خدا داشتگی ترا این زن می داشت، انشالله زندگی شما گل میشید. لیکن حاضرم که باشد کاری خطا نکردین، کاری درست کردین.